روز 15 ینور سال 2024 55 کارگر تاجیک و ازبک کارخانه صنعتی خیمپک در شهر شختی ولایت رستوف در جنوب روسیه با طلب بالا بردن معاش و پرداختن پول رخصتیشان کارپرتویی کردند. ماموریت کارخانه به گفته مهاجران روز 16 ینور به کار افتادگان معاش نیمه‌شان را داده همه آنها را از کار پیش کردند. مهاجران نوروزی با نشر مراجعت‌های ویدیویی از مقامات مسئول کشورهای خود تقاضا کردند که از حق آنها حمایت کنند. مقامات ازبکستان تا حال در این باره اظهار نظر نکردند، ولی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 18 ینور سال 2024 در یک مطلب مفصل در صفحه‌اش در فیسبوک در این بحث از ماموریت کارخانه خیمپک پشتیبانی کرد و گفت مهاجران به اغوای فتنه‌انگیزان داده شدند و گویا چند شهروند تاجیکستان که قبلا در بریتانیا کار کردند میان کارمندان کارخانه اغوا انداخته بعضی ها را به دام فریب، قسم دیگر کارمندان را مجبوری و با روی ترس به کارپرتویی عمومی مجبور ساختند. وزارت مهنت و مهاجرت میگوید برای تحقیق قضیه روزهای 16 و 17 ینور یک کارمند نمایندگی وزارت در روسیه همراه رهبر جمعیت تاجیکان رستوف خوجایف، حقوقشناس جمعیت بوبوی و معاون رهبر جمعیت نظیر قلوف به شهر شختی رفته با رهبر کارخانه خیمپک ولادیمیر شختینسکی و مهاجران ملاقات کردند. معلوم گشته است که در دهه اول ماه ینور سال جاری بیش از 50 مهاجر تاجیک و ازبک در خیمپک کار میکردند. از رهبریت کارخانه زیاد نمودن مزد مهنت را طلب نموده مصلحت کارپرتویی عمومی را کردند، اما وزارت در ادامه اطلاعش از موقع کارفرما پشتیبانی کرده خود مهاجران را گناهکار میکند. در نتیجه روز 15 ینور 55 مهاجر تاجیک و ازبک به اعتراض برآمده طلبکار بلند نمودن مزد معاش و پرداخت رخصت پولی شدند. این در حالی است که به گفته وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان سال 2023 مزد معاش کارمندان این کارخانه حدود 15% بالا بردند و معاش آنها 85,000 روبل یا تقریبا $955 را تشکیل میدهد. وزارت تصدیق کرد که خود همان روز کارفرما شرطهای گذاشته شده کارپرتوفتگان یا به تعبیر وزارت اغواانگیزان را قبول کرده به شخصان نوروزی معاش نیمه‌ماهه ماه ینور سال 2024 را پرداخت کرده آنها را از کار آزاد کرده است. وزارت از آن اظهار نگرانی کرده است که این قضیه در سامانه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی را به وجود آورده است، ولی این یاد نگفته است که با بالا بردن معاش خود را طلب کردن کارگران تاجیک به چه قانون شکنی راه دادند که همشان را از کار پیش کردند. وزارت در پی پشتیبانی از موقع رهبران خیمپک در این قضیه بازم همه را اطمینان خاطر داده است که کوشش به خرج میکرد که برای برطرف نمودن کمبودی و مشکلات مهاجران مهنتی از امکانیت‌های جای داشته استفاده نموده سر وقت به آنها کمک رساند. کارخانه خیمپک به استحصال ظرف‌ها، بارخلطه‌ها، اشیاء خام کیمیاوی، متالورگی، شیشه، صف و ساختمان و محصولات دیگر مشغول بوده یکی از کارخانه‌های بزرگ صنعتی کیمیاوی روسیه به شمار می‌رود. در کارخانه‌های خیمپک در شهر دیدوفسکی ولایت مسکو و شهر شختی ولایت رستوف بیش از 2000 نفر کار می‌کنند.